اگه دلت نمیخواد جنین توی شکمت بمیره، همین الان بذارش کنار. حتما قبول داری که بارداری یکی از مهمترین دوره‌های زندگی یک خانمه. پس طبیعیه که یه سری چیزها و پرهیزهای خاصی باید رعایت بشه. مثلا یک زن باردار به هیچ وجه نباید موادی مثل ماریجوانا یا گل مصرف کنه. چه در زمان بارداری چه در زمان شیردهی. شاید براتون سوال بشه که چرا به هیچ وجه؟ چون کشیدن حشیش یا ماریجوانا طی دوران بارداری بیشتر از زمانهای عادی اثر میذاره و برای رشد جنین میتونه خطرساز بشه. شاید براتون جالب باشه که بدونید ماریجوانا بیش از 500 ماده شیمیایی داره که میتونه از جفت رد بشه و به جنین آسیب بزنه. در نتیجه وقتی نوزاد به دنیا میاد وزن طبیعی نداره و با وزن کم به دنیا میاد. یکی دیگه از اثرات مصرف مواد مخدر طی دوران بارداری اینه که ممکنه حتی جنین به صورت مرده به دنیا بیاد. به دنیا آمدن جنین قبل از هفته 37 بارداری در واقع زودرس شدن نوزاد از پیامدهای مصرف حشیش و ماریجوانا در طی دوران بارداری. اما یکی از مخربترین آثار مصرف مواد مخدر طی دوران بارداری اینه که نوزاد با مشکلات طولانی مدت روی حافظه مواجه میشه و این عوارض رو تا مدت‌ها میتونه احساس کنه. پس اگر کسی رو از دور و بریات میشناسی که از این داستان بیخبره و ممکنه دچار مشکل بشه، همین الان این ویدیو رو براش بفرست.